نزد کافر کار کردن یا اینکه در دولت‌های کفری وظیفه انجام دادن مشکل شرعی نداره. انسان به قدر ضرورتش با کافر کار میکنه یا جایی که کار برش برابر میشه کار میکنه، به شرطی که کار مانی عبادتش نشود. اگر محل کار مسجدی داره یا جایی برای نمازخوانی داره، باز از صاحب شرکت یا صاحب کار اجازه میگیره وقتی نماز که شد من بعد نماز ما بخوانم. در صورت در محل کار اگر در بیرون اجازه نمیده، در محل کار نماز وقتی نماز شد نماز رفته بخوانه. و همچنان یعنی نماز جمعه که یکی از نمازهای یعنی فرضی است که اگر اجازه نمیدهن دور از محل اقامت جمعه، در امو محل اگر جای بوده باشه نمازی پیشین از ظهر به جاش میخوانه اگر اونجا اجازه نمیتن. در صورتی که کاملا اجازه برای نماز نمیدهن حتی در داخل محل کار هم، در اون صورت انسان باز اتو کارت ترک کنه، الله عوضی خوبتری برش نصیب میکنه. و اما اگر اجازه برای کار نماز خواندن در محل کار میشه، باز الله تعالی ازش قبول کنه، اونجا نمازش بخونه و به کارش ادامه بده. بارک الله فیک.